حافظ ابن قدامه رحمت الله علیه در کتاب عمدة الاحکام حدیث 228 را ذکر کرده گفتند که عن عمران بن حسین رضی الله عنه قال انزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر. حضرت عمران ابن حسین رضی الله عنه صحابی بزرگوار میگویند که آیت متعه در کتاب الله تعالی نازل شد. فمن تمتع بالعمرة الى الحج، یعنی الله تعالی حج تمتع را در قرآن ذکر کرد. کسی که تمتع کند عمره کرده تا حج گفت. آیت متعه در قرآن کریم در کتاب الله تعالی نازل شد. پس ما تمتع کردیم، حج تمتع کردیم همراهی رسول الله صلی الله علیه وسلم. ولم ينزل قرآن يحرم، قرآن نازل نشد که حج تمتع را حرام کند، منع کند. حج تمتع نکنید گفته باشد در قرآن خیلی آیت نیست، بلکه قرآن امر کرد به حج تمتع. ولم ينهى عنها حتی مات، پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا وفاتشان منع نکردند، نگفتند که حج تمتع نکنید، نگفتند. اما یا مرد باشد با فکرش هرچی گفت، یک مردک با فکرش هرچی گفت، یعنی با فکری خودش گپ زد، نه در قرآن است نه در حدیث. با فکری خودش میگفت که تمتع نکنیتون، یعنی در یک سفر هم حج و هم عمره نکنیتون، برای عمره علاهیده بیا، برای حج علاهیده بیا. قال البخاری، امام بخاری رحمه الله گفتند که انه یقال انه عمر، گپ است که اما آدم عمر است. آدمی که از فکری خودش گفت که عمران ابن حسین نامش نگرفت. ببینید این آداب است. یا آدمی بزرگوار خطا کردنش ممکن است، او پیغمبر نیست. حضرت عمر خطا کردنش ممکن است به اجتهاد خودش. حضرت عمر هم بدی نمیخواست، مقصدشون این که آدم‌های بسیار حج بیاید، یعنی برای حج علاهیده مردم بیاید و برای عمره علاهیده بیاید، همین نیت داشتن. بنابراین از حج تمتع منع میکردن. حضرت عمران ابن حسین میگن که ما همراه پیامبر صلی الله علیه و آله حج تمتع کردیم، یعنی ما حج تمتع کردیم، پیامبر صلی الله علیه و آله دیده این کار نکردن بلکه امر کردن. بلکه پیامبر صلی الله علیه و آله آدمایی که حج قران نیت کرده بود، حج افراد نیت کرده بود، حجاتون رو به تمتع برگرداندن، تبدیل تیتون، نیت‌های تبدیل تیتون گفتن. منم اگر از نو حج کردنی باشم حج تمتع میکردم گفتم. خب پیامبر صلی الله علیه و سلم تا وفاتشون از حج تمتع منع نکردن، لیکن یا مردک باشد به فکر خودش هرچی گفت. مراد عمر. این روایت بخاری مسلم است. ولی مسلم نزلت آیة المتعة یعنی متعة الحج و امرنا بها رسول الله صلی الله علیه و سلم ثم لم تنزل آیة تنسخ آیة متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی مات ولهما بمعناه. خب در لفظ مسلم آمده است که آیت متعه یعنی آیت حج تمتع نازل شد و پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را امر کردند که حج تمتع کنیم. سپس یگان آیت نازل نشد که منسوخ کند حج تمتع را، یگان آیت نازل نشد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم از حج تمتع منع نکردند. این در بعضی ممکن دلیل هست که سنت آیت منسوخ میکند. منم صحابه میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا روزی وفاتشون از حج تمتعی که قرآن امر کرده بود منع نکرد، چون که نزلت آیة المتعه، آیت حج تمتع نازل شد. آیت درباره حج تمتع نازل شد، نه آیت آمده و را بیکار کرد، نه پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا آخر عمرشون بیکار کردن. این دلالت میکنه که سنت قرآن منسوخ میکرده است. خلاصه میگن که یعنی که مادامی که قرآن منع نکرد، حدیث منع نکرد، این دلالت میکند که حج تمتع اجازت است. یعنی در یک سفر آدم میتوند یک بار هم عمره کند هم حج کند، ولهما بمعناه. و در صحیح بخاری و مسلم با حدیث های هست که به معنای همین حدیث آمدگی هست. والله تعالی اعلم.